سلام به همگی. من ایدیم و ترنتو امروز میزبان مذاکره بین ایران و آمریکاست. مستقیم. مستقیم. غیر مستقیم. خب غیر مستقیم یا مستقیم بودنش مهم نیست. سلام به ترامپ عزیز. هلو. سلام به عمو مسعود. دختر پیسر خوب. دکتر مراجعه کن تو لایویم. عمو ترامپ به نظرت جنگ میشه یا نه؟ من موشک بازی دوست ندارم ولی اسم میکنم یه جنگ ریزی میشه. دکتر جون شما نمیترسی جنگ بشه؟ فوالله ما از الله من انت ناصره. فارسی بگو بفهمیم. ما گردسر بریده میترسیدیم، در محفل عاشقان نمیرقصیدیم. جون تو فقط پرست. آقای ترامپ دلیل اینکه این همه تعرفه رو کشورها بسته چی میتونه باشه؟ شما با کشورها دشمنی دارید؟ ما ابرقدرتیم، هیچکی نمیتونه رو حرف ما حرف بزنه. اون روزم گفتم همه دنبال فرصتن عقبمو ماچ کنن. چه رنگیه حالا؟ دکتر ولی تو عملاً داری جای مپا میکنی ها؟ زورم زیاده، گردنم هم کلفته. چی میگی ها؟ هیچی یه واسه فردا منم تحریم میکنی. متاسفم دستور صادر شد تا تحریمی. ای بابا اومده تو کشورم داری تحریمم میکنی. تو اصلا میدونی من کیم؟ من گنگستر بیمه، من جنگی بیمه، من دین تو رو ترک موتور کاره بیمه. مسعود زیادی حرف میزنی، میدم ایلان ماسک میبندتت به فضاپیما میفرستتت مریخا. ایلان جون یه 500 میلیارد دستی بدی کشور رو ازش بحرانه. فکر کنم بروا رفت. مسعود این چه وضعشه؟ ان الذين آمنوا النظافة من الایمان.